قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان سال بین المللی معرفت حقوقی 2027 که با ابتکار جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده یک دلانه پذیرفته شد، رویداد بسیار مهم و افتخار بخش در عرصه بین المللی به شمار می رود. این قطعنامه به بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی اهالی، تحکیم فرهنگ حقوقی، رعایت ولایت قانون و تامین حفظ حقوق و آزادی های انسان روانه گردیده اهمیت مخصوصی اجتماعی و حقوقی دارد. قبول چنین سند مهم بازگوی اعتراف نقش جمهوری تاجیکستان در پیشبرد تشبس‌های سازنده و ارزش‌های عمومی بشری در سطح جهانی میباشد. اعلان گردیدن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی امکان می‌دهد که کشورهای جهان برنامه‌ها، همایش‌ها، تحقیقات و معرکه‌های آموزشی را در سمت حقوق انسان، قانونمندی و عدالت اجتماعی راه اندازی نمایند. این تدبیرها به تربیت نسل آگاه، مسئولیت شناس و احترامگذار به قانون مساعدت خواهند کرد. برای جمهوری تاجیکستان این تشبس بازگوی سیاست خردمندانه دولت در سمت رشد دولتداری حقوق بنیاد و جامعه شهروندی می باشد. پیشنهاد چنین قطعنامه در سطح سازمان ملل متحد موقع بین المللی کشور را باز هم تحقیم بخشیده تاجیکستان را همچون کشور تشبسکار و جانبدار حقوق و آزادی های انسان معرفی می نماید. در شرایط جهانی معاصر که جامعه ها با تهدیدهای گوناگون از جمله پایمالشوی حقوق انسان روبرو هستند، بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی اهمیت خاصه دارد. این اقدام تاجیکستان ادامه منطقه تشبس‌های بین المللی کشور در سمت رشد حقوق، عدالت و معرفت جامعه بوده، نفوذ و موقع آن را در عرصه بین المللی باز هم تقویت می‌بخشد و جامعه جهانی به مسئله معرفت حقوقی توجه جدی ظاهر نموده، آن را زمینه مهم صلح، ثبات و رشد استوار می‌داند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دایره اجلاسی نوبتی خود قطعنامه مهم را تحت عنوان سال بین المللی معرفت حقوقی 2027 که با ابتکار جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود، یکدلانه قبول نمود. معرفت حقوقی یکی از زمینه‌های اساسی رشد جامعه دموکراتی و تأمین ولایت قانون میباشد. آگاهی شهروندان از حقوق و عهدهدارای خود با تحکیم عدالت، پیشگیری قانونشکنی و بلند برداشتن مسئولیت شهروندی مساعدت می‌کند. اعلام گردیدن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی برای گسترش همکاری‌های بین المللی، تطبیق برنامه‌های آموزشی و معرفتی، اینچنین جلب جامعه شهروندی به تحکیم اساسهای حقوقی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. این اقدام بر رشد جامعه حقوق بنیاد و استواری صلح و ثبات در جهان مساعدت خواهد نمود. مستانه محیدی لازاده، دلیر علی شیرزاده، حبیب ابراهیم زاده، اخبار.